ماه اکتبر سال گذشته مردم درمانده در بین یک جماعت به سبب جنجال دو ناحیه سر تعمیر این پل راه درستی برآمد به شاهراه را نداشتند. این تریتوری بختر انا وقت میگه که بختر روز کنه، بختر میگه که خلق وقت میگذره وقت روز کنه، هیچ کس صاحب نداره. این اگر صاحب داریم ما اگر صاحب داشته باشیم بیاین ما را صاحبی کنیم، بیاین مستمون اساس کنیم که امروز پگاه به بیتالیات ما نبرویم ایدروکا یا لطکا کردیم. بعد 3 سال بحث و کشمکش و عذاب و مشقت مردم، حکومت ناحیه وخش مجبور شد به داد آنها برسد. حالا وضع دیگر است و کار اینجا هر روز ادامه دارد. بعد این اسفال میکنیم، نصیب اینو اسفال پوش میکنیم که حاضی هم سیمنت تاگی قاق شدگی نیست در همون لایه چیزی همین خودش اینستروکسیون خودش ممکن نیست گذاشتن. 28 روز خودی همین بعدی منالیت ریختن. بعدی 28 روز ماشین میداده ممکنه گذاشتن. وقتی که ما اسفال کردیم تا 80 روز ماشین کلانی بار کشیدن ممکن نیست. پل مذکور جماعتی بزرگ 40,000 نفری کیروف را به مرکز ولایت ختلان وصل می کند. مردم مجبور بودند پول زیادی داده گردگردان به شهر قرغان تپه سابق بروند. حالا خوشحالند که سرگردانی تمام می شود. نه خیلی خدا را شکر مرا سوز کردن، خبرکه سوز کردن، رای آدم گذار نه رای ماشین گذار جدا شد. خرجات تعمیر پل را اساساً صاحبکاران پرداختند و مردم هر روستای جماعت به نوبت اینجا کار میکنند. از هر یک دهه 5 نفر 10 نفر هر بگاه روی خط کردگی روی میکنند، روستا بگره اینجا یوردن دارند. خود مردم اینجا گفتند که سهم رادیوی آزادی نیز در ترمیم پل هست، چون بعد گزارش ما در سال 2017 مقامات مسئله را جدی گرفتند. مردم بعد همین گزارش مینداری خود را بیان میکنند به همین رادیوی آزادی که از احوال مردم خبردار میشوند. و رئیس ناحیه وخش هم چند پیش وعده داد مشکل مردم به زودی حل می شود. اساساً باید پل با ناحیه ما دخل ندارد، از سبب یا که مردم شهرک جماعت شهرک کیروف ما با همون طرف با شهر تورنتو پیوست میکنند. ما کارهای ساختمان علاقه سرکردگی در روزهای نزدیک به استفاده می‌تیم. حالا مردم جماعت کیروف امیدوارند که تا چند ماه دیگر از اینجا نه تنها دوچرخه بلکه ماشینی بارکش هم گذر میکند.